خانواده اودینایف‌ها در تاجیکستان اویله شطرنجبازان نام میبرند. سعادت اودینایو شطرنجباز ماهر و مربی شاهمات میگوید که در خانوادهشون همه به شطرنجبازی مشغولند. سعادت هنوز از زمان سلطنت اتحاد شوروی در مسابقات مختلف بین کودکان و نورسان شرکت ورزیده شرف تاجیکستان را حمایت میکرد. من در مسابقه‌های بین مکتبی، ولایتی، جمهوریوی و عمومی اتفاقی فستیوال‌ها بسیار اشتراک کردم و از سال 2003 تا این جانب در مسابقه‌های عمومی جهانی اشتراک کردم که در شهرهای درزدن آلمان، استانبول ترکیه، شهر ترامسوی نروژ. به اندیشه سعادت اودینایو قهرمان شاهمات تاجیکستان برای رشد منبعه شطرنج در تاجیکستان توجه خاص ضرور است. من بسیار میخواستم که شاهمات همچون علم در مکتب ها، در دانشکده ها آموزانده شود و بسیار خوب میشد که همین شاهمات در تاجیکستان انکشاف یابد، همه بازی کنند. آرزو دارم که در دوشنبه مکتبی بینی شاهمات شود. سعادت اودینایو که 42 سال مقدم در ناحیه همدانی ولایت ختلان در عائله آموزگار به دنیا آمده است. نخست دانشکده آموزگاری شهر کولاب، بعدا دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان را ختم کرده است و فعلا در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان به حیث مربی شاهمات کار میکند. عائله‌دار و صاحب 2 فرزند می باشد. دخترش مطربه 19 ساله، قهرمان 13 کرته شاهمات بین نورسان و جوانان و قهرمان 2 کرته تاجیکستان میان بانوان است. از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوریوی اشتراک کردم و بعد در مسابقه های آسیا، جهانی، المپیاد عمومی جهانی بین بانوان، این حال 13 کرده چمپیون جمهوری تاجیکستان بین نرسان و جوانان و 2 کرده چمپیون جمهوری تاجیکستان بین بانوان هستم. با واسطه شاهمات من در بسیار دولت ها، کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم. پسر سعادت اودینایو امانالله 15 ساله که خواننده صنف 8 مکتب میانه رقم 1 دوشنبه می باشد، بین همسالان خود به عنوان قهرمان شاهمات کشور دست یافته است. در این نمودی ورزش من میخواهم مثل استینیتس شاهمات رو دوست دارم و مثل کاپابلانکا یک آدابی نمونوی داشته باشم و مثل کاسپاروف ماهرانه در شاهمات بازی کنم. امانالله بجز شاهمات گیتاردنوازی را خوب آموخته است و هنگام فراغت به این شغل دوست داشته‌اش مشغول می شود. بعضی وقتها زیغ می شوم و گیتار می نوازم و کیک می نوازم. بسیار آرامی می دهد این سرود و کیک به ساعت می نگرم. بسیار وقت گذشته است. عائله شطرنجبازان اودینایوها نه تنها از جهت روحی، اینچنین از لحاظ جسمانی خود را آب و تاب می دهند. هر صبح آنها در کوچه های شهر دوشنبه به دو مشغول می شوند. Would you dance if I ask you to dance? Would you run, never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched to your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die?